تاب تاب عباسی خدا منو نندازی ولی خدا انداخت منو. شاهین نیکو، بلاگر معروفی که بعد از 5 سال تحمل رنج و درد بالاخره روح و جسمش آروم گرفت و زندگیش به پایان رسید. پسری که در این چند سال جایگاه ویژه‌ای در بین مخاطبین خود پیدا کرده بود و همینطور از حمایت خیلی از سلبریتی‌ها و هنرمندای دوست داشتنی برخوردار بود. حالا اگه دوست داری که خلاصه ای از زندگی و علت فوت این بلاگر اطلاعات بیشتری رو به دست بیاری، به توصیه میکنم که حتما تا انتهای این ویدیو همراه من باشی. پس بدون معطلی بزن که بریم. شاهین نیکو ژیمناستیککار و سازنده کلیپ‌های دوربین مخفی متولد دهه 60 در تهرانه که این پسر دوست داشتنی یکی از ورزشکاران پرتلاش و خلاق و همچنین یکی از محبوب ترین چهره‌های فضای مجازی در این چند سال بود که با ساخت دوربین مخفی‌های سرگرم کننده شناخته می‌شد که یکی از دوربین مخفی‌های او رو همین الان با هم دیگه مشاهده می‌کنیم. سلام، شاهین نیکو هستم. اومدیم رستوران البرز با یه شوخی کوچیک. یه نفر اینجا هست. فکر نمی‌کنی اشتباه نشستی؟ جمعیت منه. چی می‌خواد؟ بلند سر کار تو؟ بذار بهش بگم از زنگ بزنه. چی می‌خوای آقا؟ لطفاً بلند شو آقا. چه کاریه؟ بلند شو لطفاً. آقا ببخشید اینجا مدیر نداره؟ یعنی چی؟ اینجا مدیریت نداره؟ ای وای، این مدیر چون من ندیده بودم. همونطور که چند ثانیه پیش گفتم، شاهین نیکو در رشته ژیمناستیک مشغول ورزش بود که این جوان ورزشکار در سال 1398 در حین تمرینات ورزشی دچار یک حادثه بسیار سخت و جدی شد که این آسیب متاسفانه در آخر منجر به قطع نخاع این بلاگر جوان میشه و همین موضوع باعث میشه که شاهین نیکو به مدت 5 سال با محدودیت‌های جسمی شدید دست و پنجه نرم کنه و همچنین این مشکل باعث شد که به صورت کامل روند زندگی او تغییر بکنه. بعد از این اتفاق تلخ که شاهین نیکو دیگه خونه‌نشین شده بود و دیگه توانایی انجام کار و ساخت دوربین مخفی رو نداشت، سعی میکرد که فعالیت خودش رو به صورت روزمرگی با مخاطبین پیجش به اشتراک بگذاره و هر روز پست و استوری هایی از خودش منتشر و یه جورایی با فالوورهای خودش درد و دل میکرد و مخاطبین او هم هر روزه با او همدردی میکردن و امید برگشت دوباره او به زندگی مثل قبل رو میدادن و همین موضوع باعث میشد که شاهین هر روزه با روحیه بهتری بتونه این روزهای تلخ و دشوار رو بگذرونه، تا جایی که حتی سلبریتی ها و هنرمندان معروفی مثل محمد رضا شایع، رضا صادقی، محسن یگانه، ناصر زینلی و حامیم و خیلی از افراد مشهور دیگه با او دیدار کردند و به او امید و انگیزه بیشتری برای طی کردن این مسیر میدادند که در ادامه با هم شاهد این دیدارها خواهیم بود. آقا یه اون خوشگله رو بخون با این دوست دارم اونقدر که لنگم باشم واسه تو پول هست. پس خودت هم عجیب سلامتی در کل سلامتی. چه شمنده امیدم سخت نیست لااقل برای تو راحت باش، دورم از تو و دنیای تو راحت باش، هیچ کس نمیاد جای تو دلشوره دارم من واسه پردای تو. خیلی اشکال بمال من خودتو برام بذارش کنم. دوستت دارم اونو ببین، یعنی قلب من همه قلبی. خب یه روز باحال، یه روز دیگه واو ببین که اینجاست. آقا ما اموناسر رو قلباً دوست داریم. اموناسر عشق داده به ما کنار ما. امشب خوشحال کنیم، حال کنیم با هم دورت بگردم. دوست دارم یه کلی بشونم باید تنهایی 2 نفره کنیم. به امید دیدار.
شاهین عزیز بالاخره بعد از 5 سال تحمل درد و رنج توسط مشکلات جسمی که داشت در آذر ماه 1403 یعنی همین 2-3 روز پیش دار فانی رو ودا گفت که این خبر تلخ باعث ایجاد انبوهی از غم و ناراحتی در بین تمامی مردم ایران و فضای مجازی شد. این پسر دوست داشتنی با اینکه مشکلات جسمی به شدت بدی رو تحمل می‌کرد اما هیچ موقع امید خودش رو از دست نداد و هر روزه سعی می‌کرد با وضعیتی که براش به وجود اومده کنار بیاد تا بلکه یه روزی دوباره برگرده به روزای اوج خودش و سلامتی دوباره رو تجربه کنه که انگار قسمت نبود و خدا زندگی اون رو یه جور دیگه رقم زده بود و در آخر که انشاءالله روح شاهین عزیزمون شاد باشه و خدای مهربون به خانواده و اطرافیانش صبری بسیار بده. حالا اگه شما دوست داشتید روح شاهین عزیزمون رو با گذاشتن یه قلب مشی تو کامنت‌ها شاد کنید. خیلی ممنونم از اینکه تا انتهای این ویدیو همراه من بودید. حالا اگه شما جزو کسایی هستید که به حواشی و ترندترین اخبار روز سلبریتی‌ها و هنرمندا علاقه‌مندید، حتما چنل من رو سابسکرایب و زنگوله رو فعال کنید تا شما همیشه اولین نفری باشید که از جدیدترین و بروزترین اخبار روز سلبریتی‌ها با خبر میشه. تا یه ویدیوی دیگه و نگاه زیبای شما، روزتون خوش و شبتون شیک.